Wollt ihr eure Schwiegermutter beeindrucken, dann schaut so wie meine Schwiegermutter نان پرکی macht. دوستای عزیز سلام علیکم. امروز نان پرکی پخته میکنم. خمیر مایه را دو مندازم، 1 قاشق بوره، 2 قاشق نمک و روغن مندازم. شورش میکنم، در ماشین خمیر مندازم. 1 گلاس شیر گرم مندازم در خمیر. برای 15 دقیقه در ماشین میمانم که خمیر ما آماده شود. برای 1 ساعت میمانم که خمیر برسه. بعد از او که خمیر ما رسید زغاله میکنم، خمیر را نازک میکنیم که خوبش بیاید. دوستای عزیز ما سر تاوه روغن استفاده نمی کنیم، همه تا مندازیم نان خدا. نان از او زود پشت روی میکنیم که خوبش بیاید. خوراکایم از ما خواهش کرده بودند که نان پرکی را بر ما جور کن. از کامنتایتان یک جهان تشکر. Wir wünschen euch viel Spaß beim Nachmachen.